ذکر الله ائمه هستند. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر الله خاتم الانبیاء. ذکر الله ائمه اطهار علیهم السلام هستند. ذکر الله ائمه اطهار علیهم السلام هستند. بینندگان گرامی، علمای شیعه نتوانستند برای اثبات ائمه و امامت مزعومشان یک آیه صریح از قرآن کریم ارائه کنند. لذا قائل به تحریف قرآن شدند و چون دیدند که با اقرار به محرف بودن قرآن تیشه بر ریشه خود میزنند و رابطه ناچیز خود را با اسلام قطع میکنند، رویکرد خود را تغییر داده فریبکارانه تحریف قرآن را انکار کردند و دست به تحریف معانی قرآن زدند، به طوری که برای یک آیه معانی باطنی و ظاهری قائل شدند که اکثراً معنای ظاهری آن با معنای باطنی کاملاً متفاوت است و بدون در نظر داشت قواعد زبان عربی، قواعد تفسیری، سیاق و سباق آیات دست به تفسیر قرآن زدند. آیاتی مانند این آیه که الله متعال می‌فرماید: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آنان که ایمان آوردند و دلهایشان با یاد الله آرامش می‌یابد. بدانید که دلها با یاد الله آرام می‌گیرد. حال این که مفسرین معتبر اعم از سنی و شیعه ذکر الله را در این آیه به طاعت و فرمان الله متعال و هر آنچه که انسان را به یاد الله متعال می‌اندازد تفسیر نمودند، مانند تسبیح، حمد و ثنا، تکبیر و بزرگی، دعا کردن و طلب مغفرت خواستن از او. عده‌ای از مفسرین نیز ذکر الله را در این آیه به تلاوت قرآن کریم و تدبر و تفکر در آن تفسیر نمودند و شکی نیست که هرگاه انسان به یاد الله متعال باشد و قرآن بخواند و در آن تفکر و تدبر بنماید به آرامش درونی دست خواهد یافت. مراجعه شود به تفسیر قرطبی جلد 9 صفحه 13، روح المعانی آلوسی جلد 7 صفحه 140، التبیان فی تفسیر القرآن شیخ طوسی جلد 6 صفحه 244 و 245، تفسیر المیزان علامه طباطبایی جلد 11 صفحه 189. و هیچ یک از مفسرین ذکر الله را به ائمه تفسیر ننمودند. لذا ما از این آخوندها میپرسیم: قرآنی که الله متعال در وصف آن میفرماید هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. این قرآن بیانی برای عموم مردم است و هدایت و اندرزی برای پرهیزگاران. آیا این قرآن از یاد کردن نام ائمه به صراحت عاجز مانده است؟ قرآنی که از پیامبران علیهم السلام و حتی از اولیاء اللهی مثل لقمان، مریم، اصحاب کهف و غیره نام برده و از زندگی نامه آنان سخن میگوید، چرا از ذکر نام ائمه خودداری میکند؟ پس معلوم می شود که این امامت شما یک امر خیالی بوده و در دین اسلام هیچ جایگاهی ندارد و چون نتوانستید که برای اثبات آن یک آیه صریح از قرآن کریم ارائه نمایید، لذا اول به تحریف قرآن قائل شدید و سپس دست به تحریف معانی آن زدید. اگر واقعا راست می گویید دلیلی صریح از قرآن بیاورید. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بگو اگر راست می گویید دلیلتان را بیاورید.